ماما نکن بچه وادا خدایانتان بشینید ما بشی خدایانتان کجاتون جانای تره بیجی قربانتان بیشی نکن بتمت بابا خدایانت ندن کتی بون کنه ندن باتی کنم کاکن جوانا چی کارت نی بابا بلبل بچه از نمیفهمه چیه دپنه جوانا که آمد یک جوانی دم ده تو تیتن ما خدا ندنم تا سرش کنیم اجازه است آقا پین سات جاندن دانه تنن کو بند تاین نکو خوشی محمدی بلبل قربان جوان بسیار خونه ایتن نوشن جان خدایانت بابی دمده فراز راست در میشم بابا بلبل بده کنی جونم نو میبینه مثلا آبا دار میشی خدایانت دهنندم بین تندمانون نهی قربانت بگی بادر 3 روز لالا سر از اون نفر تو یک پرزه رفتیم من گفتم دور خورد آمدم ما دیدم که رفتم بابا بلبل همی پرزه که مرچواره نبود هیچ مزن نمیتا خدا ورسیار یاران لالا دیروز سر از آدم مام تو یک پرزه رفتیم که شاید تا بالام گنگ بود میدن دیده دانه تم نمیدنی راست میگه مرد زقی کی دانه کی هستن بن نشان بده که دنتان زندگی مدیان کنم کتی نینجا شمای خرابات شما هستیم بابا بخیر الله خراب هستیم ماداری بتش بلبل جانم ای جوانم که یک من من باشی آخه گلونی ما خوش که تزرا بابی واقعیت بگو آقا که شهر میدانم بینگی باید بینگی بگو آخر ببینی نه اینجا ما چند میکشیم ما خود تو جان نیستیم منان اصنین خود نیستیم بکه منا مالک او کردیم فامیدی بجرایش ما بادا که آخر ببینی بدنشم بسیار گمانن بابا قند زیازنگ یا خدا چه رئیس ده بچه عبدال بابا قن کل زندگی خودت تخم کرده در دیوار زد در قضیه چیه بسیار پر نگو بده تینین تینه بکه قربانه چه بونو خدایانت افنشی بکه بادار برو مرتبه هستی از اون قواره میشه بادا برو مرتبت برو دیگه همتونو خانوماتان دمی پنه ما نمانین گمت کو چی منن آدم های بزرگ بابا نمیکنی تو اینه تانکو ده بابا دم دیون یک جگیتی دیگان پدر بلبل جان قنبان تامیان قنبانی سلامت خانه خیلی تنجن بونو خدایانت بسیار خمار بوده بابا بلبل کمیام دمی چتش یک دودود بزنه دیگه نوزن جان مگم نیستن تو دمپانه جوانا کندیندی ناخناماتی نکنی که زنده نکمت نان دیگه دنتن زندگی سیام میکنم سیام نوزن جان امنی دهننده بین تنزمانور مناهی آنم بکه بند جان جور باشه خدا یاره خدا میگه چرسی نترسی از موتر لاری نه از تیکیسی از زنگ با اسکل بترسی نانی نمی شارجات ببخشی همی جمپرم یادم رفته بود تمن کن بگو بابا بگو من که میگم نه خانوماتت میگم نه آنمی که ماندم بود گم میشونن اینجا موجود نسونیم بکنون میدن دیوال ما تخیره این پنیر خانواد نیست این پنیر ایچست نه ما فقط دنست نیمن بابا بلبل خیر نفهم چیز متاسف خیلی بخور مرد سر رئیسی که در پری
وفقامانه اشتکی من ندارم خودم من میگه کل منطقه تو رو میشناسیسه که بازا که خرابات منطقه است بونو خدایانتان بگوی چی میگن گپ بزنیم بابا خان دیگه نه بابا مو دیگر هم بده که درش بده مردی سخی که اینا مایده کدگیسته بابا بلبل میدن کن گپ ندن مکنه مکنام کنه حیف جوانی دل پدر و مادرم خوش است که ما اولاد تربیه کردیم حیوازی که کار کنن زحمت بکشن خاک آباد کنن میگه عمل مردار گرفتار شدن که یا حوض فاسد جامعه میشه بار دوش جامعه میشه تاسف میکنم چقدر پیسه داری مگم نیم خلط سودا نشد راست میگی هر فرشش در قصه خود باشه از انصاف کار نگیره از اینکه بدتر خواهد شد کم تیز بریم که وقت نشه پیش بریم نان دن گرفتیم از افتاو زمین بسیار لالا کشکو دم ده من میگم نوش میگم عجب گوش کن تو برو خانه نیت تانستی و 3 نفر هستن نشد افتون برو خانه به تو قرار نیست برو خانه مثلا سر غیرتش کار کرد انتینا بنبن ندانه بنبن ندانه بکنان کتا میدم بی پویده میدنم تیگانه دیگه منم میدنی لکن در یک ذره فکری تا بگی که بازار بند نتونی خدا بند کسی بنبن ندارم خونه که دنه تا بیا میکنم کام از اینجا تیر میشه مزاحمت این گپای خراب نیست نخینه نکنی من خجالت بکشید خجالتیست بابا تو نخینه من بکشیم چی گنه خندانم ایران سر از این نام شما جوانی میمانه این یا کاپگی میمانه پر کاکا اگر یک نفر از این کوچه شما تیر شوه ناموس شرای شما باشه سرتان صدای بد کنه سرتان چقدر توسی گپ نامون نگن که خیلیتون بتوانت مقیان میدنم میتن کاکا با کل زیاد صاف میکنم چی میگی بچه باشه یا دقیقا سلک بلبل اسلک نگن که میکشید تو نمیکشید بیواد از اینکه یک تیر میشه یک جای پسال میکنه یک کار خوب از شما تر بدن شما چی میگین خجالت بکشین یک ذره کسی مگم ندن کسی یا گپ بگم با مچی اینه تنکو نابلد داری کوچه شما باید برنامه‌ای کنیم مشکل از او رو حل کنیم شما پرزه میدین نه؟ برو کاکا پای دلا بگو رسیدم مارا نسیت نکن برو بانه موقع میگه یک زوده کفر نفهمیده بخواه با من فکر کنیم یک ذره کم ور فکر خودتان خجالت بکشید شاید از پدرتان که سنی زیادتر باشه شما این گپا میزنید خجالت نمیکشید بدن مولا ندی غیرت ماندن جون کن مردم یکا تای نانه نو بغیر تو برو نکن دکی تو رسی پوزی چونه تا میخورم فهمیدی؟ چه قمان استندازی نکو زیاد مردم خودتان فکر کنید که چیان هستی استایی کنید مغز رو چرس بالکل از بین برده اینا فقط به چرس فکر میکنن و بس کاکان همه جازه بد نگی ما قلندری مردم هستیم چی میگی چرس فکر دیگی خجالت بکش کاکا چرس که بدت یا نه گفت شما جوان هستین یک چرس که بدت نه برو بگو ریشه شو بکن چشمت از قوجی عبدال افسوس گفتم به کلای شما یه چیز نمون نک میگه بینو بیخ چیز من خوش کن ما نتونی کاکا یاد ریش سفید کلانی نباشه اگر نه باز میفهمی دیگه که چی میکنون کتید مادر جان ای پشت گپ نگه من جا گپ میزنم شما ایستیم با کت گپ میزنم که جا میمیچ بابا شد استندازی نکو گپ نزده دقیقه خجالت بکشین یک ذره استندازی نکو خلاص آفرین بچین رحمت به اون شیری که خوردی مادر باید به نامت افتخار کنه و از نام از اینا باید خجالت بکشن که مطمئنه تربیه کردن که وظیفه است یک بار دوش جامعه و راستی موجود تو من افتخار میکنم بعد خواهیم مثل شما جوان است الو جوانی لحی ما که میمونیم ما دویم مثل برو کمشی نتیجه بینو چونه من بینو یا رایزی که یک ذره یک جور میبینم همین پوزی چونه تو خدا رسی میپرم برو گفت کجا منیه من راردم بادا تو بینه تو نمند مادن میتون بکن برو برو بخیر
تو نتین که بونو مخن برو گفتم که بیزره تو برو زمین پا مکنان خنوک نک بونو مخن تی نفانتن دلم کمینم نمیم تی میگی تو برو بچه این تو مثل کانگاون کنتینا خونی کن اگر نه دمی قدیت نمیت منم بندن نگن بندن فامینی نه سعیس تک برو سعیس تایی نه خانان چی اندس نه منم دیگه چی تو نکی او بتا کنتینا نان کنن کنتینا نپید سعیس برمون میگی دان بنان میگی خواب بدان میگی کنتینا کنن نه من کنای مبته کدا کدانی ما بونو ما مکان جام میزنم اگر دان بنان ندونی من ما بود ادی کمیگی این خجیش چرس کشیده شد هست دیگه چرس مرد از اینا رو بالکل خراب کرده همه چیز از اینا گرفته افسوس میکنم با عالم تو جوانایی گرفتی میرن برای باطل با وجود خودت افتخار میکنم زنده باشی پدر و مادر با وجود افتخار کنن که رسم تو یک جوان تربیه کرده زنده باشی بلکه از شما سرمشق بگیرن اینا مثل شما خب با اجازه تان من کم کار دارم میرم کتی ما اگه میریم تشکر والا یک چای دادم میتونم خداحافظ تان خداحافظ چند کسی دکتر نمیتونی بنایش پن گل کنی آدمای کچانا نمونین پنی ما چی میکنن شما راست میگه او بچه اصاب لالا بلبل ما رو خراب ساختی خندیدینی لالا بلبل امروزی چهرهت یک رقم دیگه شده ها؟ بگو نه بر ما بگو نه والله اگه با نعمت دیگه لالا بر ما بگو نه دمت کت لولا بلبل چند من میایا نیشک والا میچنم لالا بلبل ما از خود تستیم با داد لالا بلبل ما این وقت شرم نمیکنیم روزی تو تو شرم میکنیم دان میگم بنتان بگو دیگه نیست ما خودم باتیم فنتین نامتا نه آبا پاتر این خواندن چایادانا خوندنه چه؟ تینے نام امنتیا ہے زندگی کا تمہارا تنم واوا پدر دن تکنیسینا تنکو سرکو پدر لالا بلبل چطا بگی که چتش مون نوچ جانتا نوچ نوچ چند سخنو بامونتی اما نوش بلبل جان نوش من میگم شیره دیگه شیره که مزار است وا 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 این طرف پره را تیر کن بگین دنگا نوچ جان تاتیم بن خدا ندنیم بکنون دن تا زندگی جامع کنم فهمیدی ای پنل خناباتن تنکو پنانا تنکو من میگم لالا بلبل سعی کن که رادیو رو مبارد بگیرم چی میگه بگین رادیو یارمانا بگی وی انا میبره او جوانو چی میکنه؟ حتی نوما میگم علیکم گوش کنی گپا از قریه بالا آورد روی کردن که شرط داریم ریسپون کشیست شما تیاریتون رو بگیری که ما برم دیگه جوانا رو خبر کنم فهمیدی یا نه؟ من تاتی بن خدا بگو ندن خانی بالا نمونده که آسمان روشن تاتی ما خدا دندن نمیتونه راست میگم آفرین بلبل بچه من رفتیم که دیگه جوانا رو خبر کنم شما هم تیاریتون رو بگیره بلو من ما تیانتیم از خنفان دونی بگو بیا نیسته بلو سعید آفرین تو بیغم باش بلو سعید من رفتم دلت پلاوار جمع باشه برو بخیر آفرین آفرین من جایی که لالا بلبل باشه فهمیدی تا اونجا دیگه فهمیدی دلتان جمع باشه کدی بلبل زدن کدی پریکو زدن بریم بچه تاتی بن دندن نمیتونه اینه کفم من تاتی بیا لالا بلبل بیا رانه ناتو بیا لالا بلبل آفرین بچه بلبل کشو
حساب بکنید آن صحیح شد حساب بکنید دو سه شروع میبره لولو بول دن ندنه من اکتبی خوگنی تاکی چوکو میتن نمال کاکا ملک شما در این مسئله خفه نشین. این مسابقه را به خاطر گرفتیم که شکرنجی قریه بالا و قریه پایان از بین بره. باز بچه قریه بالا در پایان بره، از پایان در بالا بیایه، باز بدیده پایان دیده نشه. به اون خاطر ایره گرفتیم. باز خنانتن گپ تاکی بنبن خودنکت دادن نمیتونه خونت بندتون گفتیم من اکتب خوگنی تاک این خو ما قبول ندارم. این مسابقه دیگه داریم. ما میخوایم بین قریه بالا و قریه پایان صمیمیت باشه، دوستی باشه، محبت باشه. هیچ گپ نیست. بلو گپ راست میگه بلبل خیر تو من بیتی اکتب خوب آدم نیستی پیش خانه 20 بتا چند کچکدی مانه دهید تفری بریم در پولیس مینی ورنه گوانتان نتو او بچه بلبل بره بچه میفهمید که راز موفقیت شما در چیست؟ نه صاحب، به خاطر از اینکه شما همیشه سپورت میکنید و به اون مواد مخدره که اونا آغشته بودن هیچ وقت عادت نزدید خودم قرار نبردید. یعنی راز موفقیت رو اوه این خب بلبل است. رسپان در دستش خود غرغره میکنه. کدام گپی هست؟ این زندگی بدن نمیخونه بدن بدن اوه ما برم رفیقاش خبر کنم که کدام گپ هست. خدا نکشه غرغره نکنه. حالا همین کس پری کس بد میبره سر نبره گیر زدیم دیگه شه برسانه. گل گفتی والله بلا گل گفتی میفهمی که بته فقیر است گیر نزنیم و شما نشو داریم نه رود پره پره جوانای سره کس بد میبره سر نبره. گل گفتی بابا مالاریا؟ مگه میره نگفتی کمی بلبل مجلس ما کجاست؟ راستی هم لالا این خوب بیخی ناخراباتی است. همین بلبل چقدر سر ما شما مصرف و خرابات کرد نه؟ حالا یک تو تگک که پیدا کردین اون مورد که تک تنا میزنین این خود ناخراباتی است دیگه. خجورک بچیم هر رو ترنگ پرنگت خو مردم دیوانه کده. حالا بیگی یک پنجگک سازه که قطغنی کمی نشی ما شود تخت. تانگ 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 تانگ
بخیده دقلای کنه بلبل خود دمی تو چشم گناهگار خود دیدم که بلبل خود غلغله داشت بخیده. چی بد میکنی؟ سر بلبل ما چی گپ شده؟ ما مگم زنده نباشیم. راست میگی لالا، ما و شما بدون بلبل هیچ زندگی کده نمیتونیم. بس مصطفی دان گریان میکنه تو میگه که دانت کش است. اگه مرد هستی جوان هستی کاکستی خب بخی فامیلی بلبل خود ازش نتاوه. اگه بلبل اگه چیزی شما والله بالله که ما شما از کار نیستیم، از کار مار خلاص. میخواه بیا در گیران نکنی، بره که بریم روی خلاص کنیم ولی اگه گیران هیچ فایده داشته باشه. درست خوبش کن اگه بل هر کی ادغه در غرغره تا بشیله که لبام قرار کنه شد دیگه. بلبل در زیر درخت سوخته در قلای کنه است بیایی بریم که ما خودم نجات بدیم بریم امونه بریم خجور دیسیم بلبل این زندگی دیگر بدن نمیخوره بلبل یک بلبل خود بکن چی زندگی تک وقتی نسپان کشینه ما کاکا نیستیم خناباد نیستیم ما مونیستیم مونی کسش کو کسش بس خودکشی رام از رام والا مرزنه مگر بچه عبدال زنده نباشه. آبا اجازه زود بیا بلبل بلبل نکو کمیم بلبل چی کنه نامه او بلبل بلیاز خدا تو چی میکنی؟ بلبل بلیاز بلیاز خدا تو چی شده؟ او ناجوانی بوده فکری رو چطور اعلام میکنی تو؟ بد دنیا نکو بیغینت من دیگه این زندگی نکان ندانم خند او لالا بلبل بلیاز خدا بلیاز امین سر لچی ما یک کم در حوصله کو دنیا نکو لالا بلبل بدون تو خو زندگی برای ما هیچ به درد نمیخوره یک ذره سر ما دل بسوزان بدون تو خو زندگی برای ما بیخی حرام است لالا بلبل قربانت شوم بابه او تو کنتن بچه نظام راست میگه حالا گبده چیز که توی قدر خود غرغره میکنی و قد جان به سیر آمدی ما برای چیسته راست میگه بنی تینتم بنی مونیتم حالا تو امر کن ما برای چیسته راست میگه لالا بلبل بیبی لالا بلبل اگر سر ما کار هستی که پیش از دفتر تو ما خود از دنیا ببریم فهمیدی؟ اگر گپ سر ما نیست خود دیگه بس خلاص چرا این کار میکنی؟ برای چه کنه بده دم دل خود یک دم بزنم به حتی خونم نشته شو بلبل که دلش یک کنه که بازولو اقوا فهمه که کاکه هست بد میکنین با بیغینتا گب مانوندان هستن همی شما بیغینتا رسپان کسی را نباخته نه نباخته ما شما چی حق دانیم که دیگه در بین مردم دستان را بنن بگردیم دانیم بخیده خدا خلقه نکنه من باز با باز ما هستیم که دیگر حوصله پدر لالا بلبل من میگم هیچ غم نخو بچه پدر در زندگی برد باغ زیاد است
بیا اینکه ما شما یک جلسه کنیم که نقص ماده چیست؟ راست میگه با ها؟ بگو نقص ماده چیست؟ حالا بلبل ما برای چیستیم؟ ما برای چی چیز در جلسه میگیریم؟ که نقص در چیست؟ لالا بلبل ده یک وقت که وام خوگری کردن نه؟ دیگه تو چطور خودت دست میتی و خود غرغره میکنی ما شما باید است که نمیشه دیگه کل رفیقا یک جای هستیم دمی باره باید است فکر کنیم که باخت ما در چی بود از برای خدا بلبل حال ما دیگه چی کنیم؟ مجرد که رفتم که میره اسمانه گرفتم که نمیتون کمی کشش میکنم آخر سعی میکنم که میره اسمانه لش من چرا کنم بچم دیگه دنوغ نگو همونجا ما بودم رسمان نسم نبود تایی بود لالا بلبل والله اگه هیچ گپ باشه من میگم همون ملکشون خونگشی که من دیدم لالا بلبل بامو بوته فقیری قسم که من میگم پایش دو دفعه در خط رساندیم کس نگفت آورد نگفتن دنوغ نگفتن نگفتن لالا بلبل اخ گفتن جان گفتن افنی که ما دمی کش اول که دمی کم کش دو که دمی کم کش سه کم بود که برادرت نافش برا و دیگه یکی سینه هم سوق لالا بلبل این ناس میگم این گپ این تایی تک خب نقص ما دینامیست که موسمانه چند خناب ساخته نمیکسیم جمسه کنیم پنه کنیم که اینمی نقص ما در چند سال بعد از این موسما چی کنیم راست میگه نه والا مرد زمین خودت بگی نفس راست میگم لالا بلبل یک چوره خوب بسنجین دیگه لالا بلبل بچه ها من میگم گپ لالا بلبل بالکل صحیح است ما شما یک کاری میکنیم فهمیدی پیسه انداز میکنیم میوه میخوریم که خوب تکره شدیم بعد از این سپورت میکنیم بچه ها بعد از این میبینیم که چطور نمیبریم ما شما من میگم ما گپ زدی بس نه گپ همین بطی عبدال تایین تک چشم تصدقه سبانی چی میگم گپ گوش کن سبانی چی میگم ما خو بیدرگم لالا بلبل اخی بگویم ما خی بوتی فقیری ریلا دادنی نیستم ما یک عمر خود این کار تیر کردیم ما چطوری بوتی فقیری ریلا بتم ملاریا منانیا گپتت کنزینجا بدن اینجا اکسانیت زای داده اینجا نفنستی بنای ما فهمیدیم که شما را خرابات هستی برای خرابات اعلام کردن شما را این لالا بلبل تاله در چرس رفته بود از یوسو در میوه بره صدقه سره این لالا بلبل ما یه از طرف نوکرنده رد بسیار کن بسیار فنی بند بچان میوه میکنیم بند ما میکنیم بابا بیتی پسی افتانه اینجا خدا تردید بالا اینه نمیکنیم کنس نکتیم بند بند تقصی گندی من تکنتا لالا بلبل ما گسنا بگیم اینجا بخون خیلی Thank you.
مزه میتم کتی پوستش نخو در زندگی نخوردی پوستش کو پوست مرا چندی نتایی تو یا برو بلبل بچیم دی 4 تا میوه خودت دلت بسته نکو تو حتما مسابقه رو باخته نیستی اگم نباختی ای جای نشانی و ای بوته فقیری رو تو ایلا کردی بسیار ناخراباتی کردی حتما باخته نیستی چقدر مزه میرتم بچه ابزن کتی پوستش نخور زندان میشی لالا بلبل ای گپاره نزن میده بچه عبدال سنگه میکنه ای خو کینوش حالا تو سپورت کردی میگم زندان دست میکنه لالا بلبل بانش که بخوره کتی پست و مسکین ده کجا میوه خورده کلی پیسا را سری چرت زده نست میگی خب من میگم که اپندک نسته وی بخو کتی پوستش بخو بمکی لالا بلبل تو گفتی سپورت میکنیم نه؟ حالا ما چه رقم سپورت کنیم؟ چه رقم سپورت میکنی؟ سپورت ویتنام آزاد میکنم ویتنام آزاد؟ ویتنام آزاد از چه رقم است؟ ویتنام آزاد نمیفهمه ویتنام آزاد اینا نما بنت میگم اینمی خود ویتنام آزاد دیگه تو کدوم خود ندونه چه دادیم پانید لالا بلبل صدقه ویتنامی آزادت شوم جمال لالا جمال لالا
بلبل بچیم ما میبینم که تو چه قسم مسابقه را میبری و هی که تو بوتی فقیری را اعلا کردی انشالله که میبازی. برو بچیم دیگه جان صاحب. چه؟ همی بلبلم سپورت کرده که تندیوالاشون بیخی خود تندرست ساخته. از این معلوم میشه که انشالله هم دفعه مسابقه را میبره. راست میگی. فکرت شد؟ سلام علیکم ملک صاحب. علیکم شما آمد تو کجا شو بچه تو باد آورد باران خوب شد که آمدی اگه من نفر پشت روان میکنم بیشی تو بیزا ارجمندی جور هست انشالله. پرتو چای به شما آمد چای پرتو. یارب خیر یارب خیر. شما ما جان خوب شد که آمدی فهمیدی؟ اگه نه پشت نفر روی میکردم. ملک صاحب محترم در کدام کارت نرسیدیم؟ این ما حاضر آماده در خدمت. بگو هر چند امر خدمت است ما خدمتگارت. خیر ببینی شما ما جان بچه بسیار خوب هستی. دیروز من بلبل که تندیوالایش دیدم که سپورت میکردن خدا به مسابقه آماده ساختن. تو میری قریه را خبر میکنی قریه دیگره که صبح ساعت 8 بجه مسابقه بین بلبل و بین رقیبایشون دی بالا. ملک صاحب او دفعه خو بلبل این مسابقه ریسپان کشی را باخت. لونگی ما را در زمین زد. ام دفعه و تو نکنه. پناه به خدا او تو نیست. من ام دفعه سر بلبل اطمینان دارم که مسابقه را میبره. هیچ رای نزن ملک صاحب مرا یک موچ. حالا من یک خلق برای جمع کنم که صبح چشمای سیایی کنه با امان خدا. او بچه وقت نماز از خوب من میرم وضو کردن. فکر شد تو می چای مای گلاسای گپایت جمع کو برو خانه. من رفتم فهمیدی؟
کدام شرط؟ زدیم ببره ستار. پختاس بلبل پختاس بلبل بکش میلم که پیسه تا بگی کاکا پیسه امروز بین قریه پایان قریه بالا جواناش مسابقه رسپان کشی است. این مسابقه به خاطر دوستی است. فهمیده؟ بله. با شماره 1 آمادگی میگیره، با شماره 2 رسپان میگیره، با شماره 3 کش میکنه. آفرین ملک صاحب. شما آمادگی خود داشته باشه. 1 2 3 حادث از این بوته فقیری بود که زندگی من تباه شد. نامم اول به چی تبدیل شد؟ به نام ملاریا. وقت بلبل که گفت گپ از اون من قبول نکردم، گپ حق بود. حال من دیگه برای تو نفرت دارم، بس تو تیر مرا. من رای بلبل تعقیب میکنم. بلبل بلبل
بوی چرس است. این کدام جوان کاکا باشه که چرس بال کده. بلبل خوب بند ساخته بوده این قریه. از پیشم خطا نمیری و خدا که خطا بخوری خدا پود کری. بوی چرست خوب نمایان است. بلبل خبر میکنم که روز روشن سرت شو بسازه. یا الله خیر. نزدیک شده. پیدایت میکنم از پیشم خطا رفتنی نیستی. ملاریا؟ میفهم ملاقی بچیم که قلب یک شیرک برات پیدا کردیم. میگن بابا قوی مستان دور قبرت گلستان. ایره زدیم دیگه شه برسان. راست میگی لالا مرالیا، راست میگی. ملاقی بچیم تا قصه گپ بلبل نشو. میفهمی که رنگ تو میال چی گشته. میموری و خدا زده. میفهمی که بوته فقیری را کسی لا کده. چی گشته؟ رنگ رخ تو میال زرد گشته. رنگت از دنیا گشته. اگم تو بموری ولی اگه کس جمعت هم کنه خیر می بوته فقیری تداوی در جرمنی هم نمیشه. بچه عبدال ور خطایی نکن لاله برای هر کدامت یک دقیقه یک قاش میرسه. مرا خود دیدی که اونه در کارت بازی دیگه چی رقم تیز کار هستم ها؟ بادار هستی من میگم. رای ببینی بچه سکندر بده لالا بلبل هم بده. بارا دیگه چند سر به عقل انسان هستی. لالا مرالیا راست گفتی والا. هر روزه که به ته فقیری رو اله کردیم بیخی یک قسم جن میگیریم ما. خب یک قسم به اثر میشه. خیر خیر بیخی به اثر شدیم. ملاقی بچیم مجدگی تو بسیار خطرناک است. مرا توی ده لالا بلبل جان همه که خربوزه نمید تو قندک نبود بیخی در جمع بادرنگ حسابش کو. راست میگی لالا غراب. خدا دایم زنده داشته باشد بادار ماستی. خیلی ببینی بچه عبدال. لالا مرالیا تو خوب الان راست میگی. من لالا بلبل خبر نشه که کار ما رو خراب میکنه. او ساده خدا ما هم خزمی خاطر پت پت میکشیم. تو خی یک رقم جندی ورسی وشکو که بلبل خبر نکنی. والا خیر 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 چی شد؟ خیر 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 چی شد؟ ملاقی رای نزن. دوای پیشم است. تو می گناهیت است که بوده فقیری را اله کدی. اینی می قسم تو را گرفته. حال تداویت میکنم. حال مجورت میکنم. حال مجورت میکنم بچه ملاقی رای نزن. در من در چوف باش که میره سر کنم حال جون میشی. یک چوف حال دیگه رای نزن. جور شدی بگی پریت بزن. حال بابت سر دیگه ای تکان مکان گم شوه. نوش نوش رنگ رخت شده تازه میفهمی ملاقی بچیم. بسیار شیرین است والا. خدا لالا بلبل زنده داشته باشه یگان وقت مت خربوزه بخوریم. نوش نوش لالا مرالیا نوش. پره ده پره جوانای سرا کس بد میبره سر نبره. میفهمی که بابا قوی مستان دور قبرت گلستان. های بلبل بی خبر. ملاقی بچیم خداحافظ ما رفتون. لالا مرالیا تو که رفتی ما هم رفتیم نه. او بچه عبدال دیگه سر لالا غراب صدا کنه که امروز یک ذره تب ما شما را خوش بسازنه. والا راست گفتی بچه زگن. باش که ببینیم اجازه لالا بلبل است یا نه. بچه عبدال بابا بلبل اجازه داده. بقن گب ندن مقن من خناب نکن. بقن خوش بابیم خوش خوش. زیو مجنون در پسه
غراب خدا کمت نکنه. یم جگر خون در پسه خیر ببینی دل تا لیلا الت مجنون سترگ پلار ده بخت میں بیدار ده شین خاله ما ترا لگله کل روی بار ده بخت میں بیدار ده تننگ نننگ پلو لالا بلبل سیک و خجورک قلب ور خطا آمده رایز خدا خیر کنه که کدام گپ نشده باشه. لالا بلبل از برای خدا تو الف میگی و تیاق میشنون. من با تو چشم گناهگار خود دیدم ملاریا و ملاقیت توی چرس بل کده بودن. خجونک اگه این گپ دنوغ بند آمد گندنتا میبونم فهمیدی؟ وقت از دست نده بیا که بریم بیا گیرش نکدیم همی گردن شق کده ببر حال فهمیدی؟ هر دفعه اینمه تو ما را دروغ میکشی. بچه عبدان امر کن لالا بلبل بطنیا نه از امر مستن کشی کدن بچانه بگی که خجونک بریم دستگیرش کنن زده پیش ما بیانن حرکت کنن. به احترامی در مقابل بلبل به احترامی در مقابل کل ما شماست. وقتی که بلبل گفته بود همه کار نکنین نمیکردن حالی که کار کردن سزای قرود و گرد جفا کردن بچه عبدال بزنشه دیم که چاخو کتی چاخو که بزنیش میموره که بلبل گفته که زنده بیاریشه بخیر بچیم صبح شده کیل ملاخی بخیر ملاخی ایلا گوبه بانه کشیده که بلبل کشیده بخیر بچی عبدالله ببرم شو بیا نازنین از دوخ که بیانش از دادشگاه لالا بلبل بیشا باش استادشگاه هرگیش نزدیک کن آلمت تفیتان گپ میزنم منن یا به غینت نام بنبنه بد کدی تو به غینت وادن نتدیده ما چانس نمیتشم ها؟ چطور لالا بلبل؟ من دروغ میگم؟ باز در مقابل تو من دروغ گفتن نمیتونم خبرت میگم پرسار کن مناخی نام بنبنه بد میکنن نام بنبنه کنای من خود دمین دادن ای ادون که اقد بزنن که توبه کنه بفهمه که چانس یعنی چی و بی‌احترامی در مقابل بنبن تاتی بنبن خود دادی تاتی پرنه کو خود دادی لالا بلبل توبه لالا بلبل توبه لالا بلبل توبه ای بلبل چی کده؟ اونا ملاریا و ملاکی بیچاره رو زده میشه ما برو ملکی خبر کنیم کار در کدام جنجال نبوده بزنه لالا بلبل توبه برو زدی تو توبه لالا بلبل توبه چشم بکشی لالا بلبل بس از دیگه مارا تیره بودی فقیری توبه
آخیر جن گرفته بس خوارو خیرت خوب باشه نفسک زده بر خطا آمدی چی گپ است؟ ملک صاحب از رو تیر می شدم بلبل نفراش ملاقی ملاریا را گرفته لط کده جانشو نکشید خودت کلان قوم هستی از خدا و از خودت میشه بخی نمان لا حول ولا ما چی میشنوم ای بلبل کت نفرای چی حال انداخته باز کنه اماجا باز کنه نزنه گفتم باز کنه باز کنه پاشو بس او بلبل چی میکنی؟ بچه مردکه را کشتی چی میکنی؟ ملک صاحب تو پیش ما آدم محترم هستی مگم این خائنا امر من شکستانده سرکشی کنن چند کشیدن بلبل ما با آدم ایتم که تضمین از یارم میکنم دیگه یار چرس نکشن بچه ها بخیزه ملاریا و ملاقی برو پیش بلبل تعود کنی که دیگه برو چرس نمیکشی پیشه بلبل جان ما رو ببخش این دفعه بسیار اشتباه کردیم غلطی کردیم دیگه ما رو توبه از بودی فقیری غناب بچه عبدان بله بلبل هزاردوی تحقیقات کنین چند سا از کجا گرفتین از کجا کنین دی قنیا ما چند سا بند کنین از کی گرفتین تحقیقات شروع کنین خونه خواه ملاقی تیز بگو چرس از کجا کردین؟ پیسه از کجا کردین؟ از کی خریدین؟ گپ بازی بزن ملاریا بچیم که تنها چرس کشیدن یا ایروین زده بینی تام تیغه زده بچه عبدال لالا بلبل میفهمی که ما چرس از کجا میگیریم از قریه بالا از بچه ستار و او دقات آرد ایروین هم تیر میکنه نفروش سر مردم کدامش داره اگه میری که ما میال دکیرش بتیم راست نگه تین گفتی نامفته از بچه ستار چی؟ ستار؟ کدام بچه ستار؟ از خریه بالا ابر کلالا بلبل کسی کل یا میگی دوانستوانی پولیسای مینیرام میگیرن بچه ستانه در دنف 24 ساعت در بندی خانه پرتن حوالش برنامه بیانین خلاص بچه ستان باش که من پشت کمپیوتر راست کنم آخ ملاریا تخصب خدا شمید باش که من پشت کمپیوتر راست کنم اگه پشت کمپیوتر راست نشه آلی تصمیم بطر میشه
انجین بکن بگی بکن قلتنا غنك سنم غنك مكاني دمك الخنة نكتو تجد ما قلت انك اوقات غنك من الدنبق هنا تجد ما تجد قلت له انت موقف حاولت تغلق دماغ قمت كنت تنتهي موقفتك انت موقفتك كنت زدی برها قرار من چی کردی مقدر گر نباشی با تو گویم که با مشت غبار من چی کردی نشستی گرد کین از خاطر یار نشستی گرد کین از خاطر یار بگو اگر یک کار من چی کردی
بگو ای گریه کار من چی کردی تو کی هستی؟ از کجا آمدی؟ یک ملنگی زیارت داره که مستم. برو از اینجا گم شو. برو. حاسق نگشتی که بدانی خدنگ نان در مغز استخوان چقدر کار میکند. تویش از چی میفهمی؟ تو چی میفهمی؟ نامذهب عشق، کافن عشق، ممکن عشق. براتو نوبتی توست. برو بچه میم برو بخیر. بند خدا ملاکی بچه عبدو خدا لیورس بر تو لیورس نمیشه بند خدا ملاکی ده ملاکی کنی ملاکی بچه خوب ملاقای داده بچه عبدو تو خوبی از اون مرغوی واریستی خوب بالاک نزدی نه یه نسک او بچه تو باشه نه که اگم دادی کله مگه چی گفت تمی روزا می بلبل ما شما ماه کم دیدار شدنه با شما اینجا طلا و بازی ها میکنیم و همین بلبل ما همین روز دا روز که میبینیم همین رنگ زرد و زار گشته راست میگی راست میگی بچه سکندر بلبل یک آدم کاکه است. ما بدون از یک دخم زندگی کردن نمیتونیم. کجا باشه این روزا؟ ها؟ راست مگه برادره هر گپی که از بگو اگه خبر داری اگه نه که باز آنه چاقو را کشیدم برات ملک روده میگیره خدا قرآن که با بین بدون بلبل از ما و شما خود نمیشه و نه خودت میفهمی. چی گفتی بچه عبدو؟ بچه ها خطایی نکنین. گپ بر ما معلوم است. گپ از این قرار است که دل بی قرار است. ها؟ بچه عبدال کدام گپ برات معلوم است؟ ها؟ اگه کدام گپ است خب من را بگو دیگه. ای بچه ها گپ عشق عاشقیست. بلبل آدمی دو چشم گناهگار خود دیدم که سر دختر قاضی عاشق شده. من او روزا دیدم مثل در لب چشمکتش یکان خندگکا یکان ناچ میری بلبل و پیسه بید. بچه ها گپ خوب بسیار خوب گپ است. مگم بلبل دست و چای بالا بسیار دیزده. گلچهره دختر قاضی قریه بالا بسیار یک خطرناک است. حال من فهمیدم. من میگم بلبل چرا رنگش همون تک رنگ زرد است نیست؟ راست میگی والا. حتما که بسیست که عاشق شده. بچه ها تصمیم خود ما میگیریم. میریم دختر از بالا میگریزانیم. فقط قد بلبل نکاح میکنیم و خلاص. نه بچه فقیر این کارها رو نمی کنیم. اگه بلبل سر ما خبر شود باز غضب میشه. بچه عبدال خیلی تو میشه اون بیادم یک رای چه بسنجی نه؟ بچه شما برای چیستون بگیره جلسه کنیم بشینه که آخرهای گپ چطور میشه. راست میگی هیچ رای نزنه بچه ها. همین گیره که دمی دست باز میشه با دندان چه باز کنیم؟ راست میگی میرم که ملک صاحب مشوره میکنم مصلحات میکنم باز ننه بلبل که خالش گرفته طلبگاری میریم. اینی رایش است دو بیادر بچه ها پیش از پیش بلا و حلال کده سرکوی بلند سقال
حالا باشه بلبل جان بلبل جان اما دختر با بلبل راضی باشه بلبل جان اگه بابیش را داماد نگیره بلبل جان دلم میخوام دخانش تو نباشه بلبل جان خوش آمد جان گپ از این قرار است تو رای نزن میریم مادر بلبل که خالیش میگیریم پیش قاضی ملک میریم یک کاری نه یک کاری خو میشه اوش برده قسم با شوقی میگه سر قیل چنار 4 دانه گومش سرکا تنگ است موترا پیاده میره حالا بیا که بیدارش کنیم که گپ از چی قرار است ملاقی بچه دپن بلکه رو شده دخم نمیمون آدمم چی میگی؟ حالا دمیجه خو میکنی عاشقی بچیزه کشتی کنه واره دلمه بهر ماندی بچه عبدال عاشقی هم بچیزد غرق دریای شراب هم کنه بگذار کاری عاشقی بناز است نکنم چطور کنم بکنم دقم ببانم نکنم چطور کنم های های وقتی عاشق شدی در جای خوت ببره لالا بلبل جیگرخونی نکو خدا مهربان است بچه عبدال یک کم کم بر ما گفته عاشقی آن است که بلبل با رخ گل میکند از جفا از خار میبیند تحمل میکند کل گپ که زیر پای بچه عبدال است بلبل یار ما شماست ای میمانی که یار ما خوارزار باشه مرا بردن در مجلس زنانه میگم مرا بردن در مجلس زنانه تماشای خرمن گل میکنم و قربانی همون چشمهای مستم بکش سیگرت میانی هر دو دست است مکش سیگرت که رسمی عاشقی نیست ما قربانی دلی عاشق پرستم خجور بچه بچه عبدال عروض خود فرنگت مردم دیوانه کرده بود دیگه نه یادم سازهکای نغمه که میتب لالا بلبل مادره خوشه خوش بادا لالا ملاقی به افتخار بلبل شروع میکنیم خجور جان بچیم گلو نصاف کو یک چند بگی قربانی جان بچه در خدمت نبوده برو شروع بخیر سری بامبیر بلند استادن یارم بلبل جان بلبل جان وضو کردن نماز میخوانه یارم بلبل جان بلبل جان اشاره میکنم گوشش نمیشه بلبل جان بلبل جان مگر کاری دیگر دل دادن یارم بلبل جان بلبل جان بسنم کنم سنم بشم سنم لحظه پیشم شید
ملک صاحب اینمی باغا را که میبینی اینمی کلش از ملک قاضی است یا نه که رسیدم بخیر. هر کار دنیا زحمت داره. این زحمت هم کار نمیشه. خدا میربان است، خدا میربان. بشک من خدا دلم خورجان میگرده که انشالله میشه. انشالله خدا میربان است. یا ملک صاحب بخیر دیگه که من ببرم خراب است نکنم. باز من میرادتان میایم شما برین آستا آستا. یا بخیر. راستی که زلیم ساختین مام تا میشه. برو کم مونده. شما آستا آستا برو من در ردیتان میایم. برو بستش کن. کم مونده بخیر دی که بریم این. رسیدیم بخیر. بابا خدا به شک زدی نبور بچه مدام خط گیرش کنی نام خدا نبور بچه آفرین بسیار خوبش بود. بچه این سنگ خو هر کس انداخته میتونه در این سنگ نو باز معلومتان میشه. آفرین. لالا خفار ما بچه ترس نیستیم هر سنگ که نشان بدی. خب هر سنگ کی باشه این سنگ او بچه خیرت خوب باشه. چرا؟ این ملک بیجی چی میکنه؟ لالا غفار با خیالم کدام چلنج نو آورده چی بالا؟ یا بزور خدا رقم مسابقه باشم دفعه میبریمش. لالا غفار اوگش که لالا ستار بود خوب بیخی ضعیف و معذوف بود همگش خودت هستی انشالله که هر رقم مسابقه باشه میبریمش. لالا غفار تو یک دفعه از نزدیک ببین که قضیه چی قرار است. راست میگی من برام این گپ از نزدیک معلوم کنم. اوه خیرت خوب باشه ملک صاحب. این هفته از کدام سو برآمده که طرف قریه ما آمدی؟ غفار کلانا گفتن اول سلام بعد از او کلام چی حال دارین؟ ما سالا خوب بودیم حالم خوب هستیم. از خود بگو نه که کدام چلنج از طرف بلبل آوردی که برات ما بفهمیم. غفار جان مسابقات ما و شما خود دوستانه بود. دوستانه است دوستانه خواهد ماند. اگه خواست خدا باشه جوانا باز مسابقه میتن. هم ملک صاحب او دفعه خود ستار سوی تقضی بود که کتش مسابقه داده بیا کت ما مسابقه بته شیرمست که متبش پلمتان. ملک صاحب به اجازه. غفار جان شما هم خوب بیگانه نیستی. کل ما از خود هستیم. ما و ملک صاحب مادر بلبل خالش آمدیم یک دفعه پیش قاضی ملک میریم. چی؟ خانه قاضی؟ خانه قاضی چی میکنی؟ غفار جان خانه قاضی ملک به خاطر از این میریم که اگه خواست خدا باشه دختر قاضی را گلچهره را با بلبل خواستگاری کنیم. ملک صاحب اگر در منطقه ما نمی بودی نامی بلبل پیش می گرفتی باز ما کتت کار داشتم. مگم از سری خونی ما تیر شوی که از قریه ما دختر ببری. او غفار گوشایت خوب باز کن. ما برای جنگ جن آمدیم. ما به خاطر معامله خوشی آمدیم. بازی گپ در بین ما و ملک قاضی است. بمی تو چی است که میری چگونه میکنی؟ ها؟ اقا گپ از زور از مایی نزن. ما هم جوانا داریم. میفهمی که اگه یک دفعه بلبل خبر شد باید میفهمی که چی میکنه. فهمیدی؟ و همت نششته. بیا که بریم. اگر سیاست نمی بودی باز میفهمیدی که چی میکنم. بلبل پای خود از گلم خود بسیار پیش دراز کرده. حال ما کتان کار دارم. سلام ملک صاحب. سلام مادر جان. سلام بچیم خوب شما هستی؟ جان تو خوب هستی؟ بچه ملک صاحب خوب هستی؟ خانه خیرت است؟ نام خدا جوان شدی نگفتی که ملک صاحب بابیت خانه است؟ ها ملک صاحب آقایمشان خانه است. خوب شد که آمدی اگه این حال بول سوالی کار داشت میرفت. بیا این خانه. پیش ملک صاحب. پیش بخیر. بیا اینه بیا. بخیر بشین بخیر.
خیر ببینی ملک صاحب. چشمای ما روشن باشه که مادر بلبل و خاله بلبل جان دیدیم. بسیار جای خوشیست که شما آمده اینجا. خیر ببینین، خدا کمتان نکنه الهی. شما جان بچیم طرفای شما خیرتگی است؟ سلامت باشی ملک صاحب. چطور شد که یاد ما و غریبا را کردین؟ انشالله طرفایتان خیرتگیست؟ ملک صاحب زنده باشی. نگمو مطل کلاناست که میگه جایی که بزرگا باشه خوردار صبر است. دیگه ملک صاحب است، مادر بلبل است، خالش است. این آمدیم بخیر دیگه رضای خدا و خواست خدا باشه گپ خیر است. ملک صاحب شاه محمد جان یک بچه بسیار خوب و با ادب است. اگه اجازهتون باشه یک چند کلمه خدمتتون به عرض برسونیم. 1000 کلمه بگوین. این خانه خودی شماست. ملک صاحب اگه خواست خدا باشه ما و مادر بلبل و خاله بلبل خدمت شما آمدیم. اگر رضایت شما باشه امی بلبل به غلامیتون قبول کنیم. ملک صاحب از شما میشه و از خدا میشه. امید کده به خانه تان آمدیم، ما را ناامید نکشید. ملک صاحب خودت آدم بسیار خوب هستی و مادر بلبل هم بی زن است. مگم چی بدانم؟ مگم چی ملک صاحب؟ گپ شما خو گپ است. رضایت شما که باشه، شما که رضایت نشان بتین دیگه ما او تو کسا نمیبینیم که سرکشی کنه. شما آمد بچی ما کدام گپ خاص ندارم. تا جایی که خبر هستم بلبل بسیار بچی خوب شده، چرس ایلا کده، سپورت میکنه و در کارهای خیر بسیار کمک میکنه. بچی خوب شده و در قریه خود کارهای بسیار خوبی میکنه. قریه خود قریه ساخته. مگم چی میدانم که مادر گلچی را قبول کنه یا نه؟ قندی گل اگر نان میخوری او میخوری خانه خودت است. اگر از خاطر بلبل آمدی دلت کوری جمع باشه. من دختر خودت دادنی نیستم به بلبل. یکی و خلاص. خوار جان صدقه چم ما نان گم نکردیم. ما از خاطر معامله خیر آمدیم که به خیر و به خوبی همین معامله سر بگیره. ایرام دلک جمع باشه صدقه چم که ما پشتیگه پیلا دادنی نیستیم. 100 کرتم که بگویی ما میاییم میریم. خیر است 20 دفعه ما را جواب بده مگر ما میاییم پشتیگه پیلا نمیتیم. خوار جان یک ذره دل بسوزاد. اینا قربانت شو. بلبل گلچهره را خوش داره به از او که زندگی کنه میتونه. الله خاله صدقه ازی شوه بادمی بلبل چی کده جوان است زامت میکشه امت داره. تو گل بچه است که چی بگویم دختر تارام میشه صدقه گوش کن امی ما تو جوانی رو تیر نکده. بلبل هر چیز بر خودتان است. پدر گلچهره اونجا شیشته کلگی شیشته شاید حال است. من دختر خدا نمیتم با بلبل یکی و خلاص. باز گلگی امرای من نکنه. برو سلکه جایی که ما باشم تو را صبر است. برو برای ملک قدوس ما شو امرایش گپ میزنم و راضی میسازمش. برکت ببینی ملک صاحب. باز که از ریشه که مبارکت یک مرد بگیرم. لالا غفار تا جایی که خبر دارم بلبل پای خود از گلم به خود زیاد دراز میکنه. قاضی ملک بلبل دوست داره. نشه که گلچهره را برای بلبل بده. چوب باش خبیث. نیم دا دفعه دانت باتری گلاب بشوی با نامی گلچهره را به زبان بیار. خون خودم میریزانم گلچهره را نمیکنم کس که بگیره. لالا غفار گپ ما هم امی بود. گلچهره از توست و از تو میشه.
نشه که گپ سرچپه شوه. هر پلانی که مرداری بگو. آفرین اینه تو بگو قربان چو بگه که نه اینه تربوزان بخوریم نه نهیم گوش که پلانه خوب گوشای تواز بگی میری بچه ها را جمع میکنی همه گیره سر بلبل یک حمله میکنیم ام دفعه بلبل زنده نمیمانیم دیگه علمه قسم که نش پلو بشه بلبل 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 بیادر و گپ از همی قرار بود که ما براتون گفتم دکتر صاحب ولی تو هم کلان آدم هستی میشه که یک نظر یک مشوره بده که چطور کنیم. ملک صاحب خودت هم آدم خوب هستی. تا جایی که من معلومات دارم قاضی ملک هم آدم بد نیست، خوب آدم است. این مسائل در یک دفعه دو دفعه نمیشه. گفتی هم کلانا که میگن پشت خواستگاری که آدم میره بود آدم پست سیر میگرده. دیگه حوصله داشته باش خدا میره برس حتما کار شدنی است. ملک صاحب دکتر صاحب راست میگه. این کارا یک دفعه و دو دفعه نمیشه. باز من خود خواستگاری کردت بودم. همین قاضی ملک که روی تماس کرد به می معناست که گپت قبول کرده. خدا مهربان است. ملک صاحب خدا نیک و مبارک کنه غم یک پلاو بخوریم. مسئله خوشی ایشو تو رقصا کنم بره تو بازیا کنم دلت بخواه ها بخیر. السلام علیکم ملک صاحب. و علیکم السلام. علیکم خیرت؟ او بچه صابر خیرت است. چی گپ است که تو بر خطا معلوم میشی؟ خیرت خو است. ملک صاحب گپ خراب است. گپ از خیرت تیر است. غفور نفرای خود جمع کرده میره حمله میکنه سر بلبل. گپ جنگ است. ما آمدم به شما گفتم چی میکنه؟ ملک صاحب این جنگ برای چی گپ است؟ لا حول ولا این جنگ به خاطر چی؟ کدام سو رفتن او لوده؟ از راه چشمه ددان تنگی رفتن. ملک صاحب چی میکنی؟ بچه کار عجله است. دکتر صاحب تو شما آمد قدیمه حرکت کنی گل آقا و غفار همیجا باشن. تو را بلد هستی پیشو که بریم. یالا دایی چمپی دو آفرین بچه عبدالله چمپی بینی تو نایت بینی مقدم خناب نکن چاپی که لالا بلبل چی گپند وانه وجود آمد خدا خیره پیش کنه که چی گپ است. السلام علیکم. لالا بلبل از قریه بالا ملک صاحب آمد لالا غفار دبریشان برآمد کتشان جنگ دوا کرد گفت بلبل نیمانی ولا که زنده بانی میشه. اما تو گفت وجود میگه پسد بله ها راست میگم. خجونه خفان خودک تدی بن زنده کتی ما خودت زنده مای غفانت زنده نمیمانم خونه. لالا بلبل در دنیا تا بال کس پیدا نشده که نامت به احترام بگیره. ما برای چی سیم؟ ما قد پلو هست نرفتیم ولی اگه غفار از پیش ما زنده برای. حالا بلبل ای ما برای چیستیم؟ بمو بوته فقیری قسم اوی ببخشید که از غفار ما میگم که از روداش 30 متر سوارمر برای جور نکنم از پیش ما خلاص نمیشه. لالا بلبل حکم صادر کو که دیگه حوصله نمانده. دنیا را که پرخچه سر نگرده که من نمیمانم. لالا بلبل لالا بلبل رای نزن کارت توی تکد خون خود که نوشتن نکدیم نام مر ملریان نمان و دیگه ای که خند دسمالت و ینگی خود گرفته بخیر نریم بده خجولت ما چون یک قسم بی غینت بونیستی بونه. لالا بلبل حوصله دیگه برای ما نماد. امریکا که ما تملی کنیم بفهمیم کار خدا. اصلا یه لالا بلبل ماننیا صاحب لالا
لالا بلبل امر کو بچه ها نمیدهیم که تو جایم بخیزی لایچی خیلی لالا بلبل ما جنگ نمیکنه ما دفاع میکنه فکرتان باشه که در جریان جنگ طرف ناموس کس طرف مان کس حق نداند چپ زایی کنه و دیگه در جریان جنگ طرف خانه خسون ما کس حق نداند که تعیین کنه خونه نه لالا بلبل حالا لای ماست خدا رسید کنه ما چی کار داره آفرین خونه آفرین این خبیث از زیر کنترل داشته باشون خونه بچه انکه بچه ها کس خانه بیل کلک داست داره کنش بگیره ببینه گردن باز مرد و نامرد مانه میشه لالا غفار دلش از زندگی بد میکنم ارتسو تا بزنمه دقیقه زیشت ما هستیم هستی ببینم لالا غفار دیوان کم سیال کدش گفت میزنیم وای بازارت دلا امروز یا دال میپره یا چپاتی رای نزن یا بلبل باشه یا غفار
بلبل از این کارتان دست بکشید ما بس کار خود پایان میم راب اسب غفار از ماست باز یگان چکر خو ما را میدید دیگه حوصله کو که لالا بلبل چی میگه لالا غفار از تو همه از ما سر بریدن لالا بلبل خون اومده جوش است همه رو کسر ما تو بلبل اختان میدی اون نامرد مرد و نامرد حال دا میدان معلوم بشه بطی عبدال امیر لالا بلبل غلام امیر کو بلبل این غفار نشان فنوشه آن نشان میدیم که کتی بلبل زدن کتی پنه کو دادن
جنگ بس کنین. قاضی صاحب و ملک صاحب مملکتون گپ بزنه بچه‌ها. ملک صاحب این چال است باید قاضی صاحب آمده جرگه کنین این کشت خون نشه. والله بالله که ملک صاحب آمد اگه تو میکنم میبویانه خدا کلام دیدی. قاضی صاحب بیاین پایان که گپ ما معلوم کنم. قاضی صاحب او باشه بلبل چی گپ است که تو لشکر کشی کردی؟ ملک صاحب خفانم نکنه ما دفاع کنیم حق بچه ها پرتن کو که گناه کیستن. ملک صاحب تو رفتی خانه قاضی صاحب به خواستگاری این غفارک چی کاره باشه که دم رای ملکه بگیره؟ بچه غفار کاری خوبی نکرده که دم روی ملک. ملک صاحب ما خبی غیرت نیستیم که غفارک سر بلبل ما گپ بزنه. میفهمی که ما از خود یک غیرت داریم. غیرت ما به خاطر دوستی محبت قدم میمانیم و شما این کمالت میندازین. این کارا عاقبت خوب نداره. بلبل بچه خوب است تا جایی که من دیدم چست نمیکشه کدام عمل دیگه نداره و این که ملک صاحب دختر خود برش میته یا نمیته این کار خودش است. بچه ها خوب گوشت نواز کنین. غفار تو خوبتر گوشت نواز کو. ما دختر یگانه و دردانه کنه گلچینه برای بلبل که آدم حال ساله شده و ترس ایلا کنه دادم ملک صاحب تو هر فرشته کو بگیرن گویل نه یا خود کاروایی خدا کدن کاروایی غفار مانده. جان بنم بخاین دیگه این گپ نمی خاین بنم من گپ حرکت کنه بخیر حرکت
بلبل دماغای تو که باد نکنم با خدا اگه خوبانه کار غفار است ملاقی خدا خیر پیش بره که گلچهره و گوار نشده باشه خدا کنه گلچهره و گوار نشده باشه بلبل جان خیریت خوب بود جان گنچه نه ایک گپ نیست کدام بدبخت من پنانده بخیر ستانتان چنو میکنیم من نکتم سنو خیرت از رای نزن بچه ها ساعت شروع والد بلندی نکنه بلبل که تفنگ غفار کفید